برادر مشکلات سراسر افغانستان مشکلات داره، خصوصا کشور ما کشور زیاد پیش است. دهقان همیشه با این مشکلات دست پنجه نرم میکنه، چون هم در وقت جمهوریت این مشکلات بود، فعلا در وقت امارت اسلامی هم مشکلات است. امسال خشکی بود، آب نیست، واقعا دهقان بسیار مظلوم است. اینا با ماشین او میکشند، یک لیتر تیل 130 افغانی و مارکت موثر نداریم. کدام صدخانه میاری ما نداریم که میگه افغانستان باید وقتی که بعد است میگه اگر ما مارکت نداشته باشیم ما نگهداشت کنیم، اصلا کار امکان نداره. مشکلات سراسر بود. صادرات هم ما نداریم. بار تاجرات ما رفتیم با اتاقای تجارت با وزارت تجارت سر صدا کردیم که باید یک بازار ما داشته باشیم، اصلا نداریم. سال نسبت به سالهای گذشته یک سلسله مشکلاتی که خشکسالی بود در وطن ما و شما، خصوصا در صفحات شمال و دوم دیگر در ولایت قندوز یک سلسله جالات آمد که مردم متضرر شد. مشکل سوم در صادرات ما که کلدار پاکستان فعلا بسیار نرخش پایین آمده نسبت به سالهای قبل. تقریبا صادرات ما 80% کاهش پیدا کرده. قبلا ما با پاکستان و تاجرای تولید کننده میوه و سبزی ما خوبترین صادرات داشتن. خب متاسفانه همون صادراتی که کنن همون کرای موتری که از تولید زراعت ما باشه هم بسنده نیست. پیشنهاد ما به ملت افغانستانی است که باید تولید وطن خود در شرایط فعلی که ما مشکل داریم باید خود ما مصرف کنیم. اگر هتل‌هاست، مراسم‌هاست، باید ای انگور ما راه حلش چی است؟ باید خود ما مصرف کنیم. میوه ما را باید خود ما مصرف کنیم. تا که ما یک بهبود صادرات به کشورهای مارکت مناسب به افغانستان میعیا شود و پیشنهاد ما به حکومت امارت اسلامی افغانستانی است که باید با آسیای مرکزی، آسیای میانه یک صادرات داشته باشیم و روابط دوستانه خود ایجاد کنند و در مقابل کشورهای همسایه انعطاف پذیر باشند